کردن این رنگینک رژیمی فوق‌العاده خوشمزه، من مقداری کنجد بوداده محلی رو داخل ظرفم ریختم. هسته خرما کبکابو در آوردم، جاش گردو گذاشتم، روی کنجدا چیدم. ظرف که پر شد، حالا روش یه قاشق چایخوری پودر دارچین الک کردم. اونو گذاشتم کنار. حالا اومدم یه لیوان آردو روی حرارت حدود 20 دقیقه تفت دادم تا خامیش از بین بره. بعد 2 قاشق روغن حیوانی یا کربش اضافه کردم. دوباره 10 دقیقه تفت دادم. حالا 6 قاشق بهش ارده اضافه کردم. اینجا 4 قاشقش رو ریختم. برای اینکه روونتر بشه 2 قاشقم اضافه کردم. جمع شد 6 قاشق ارده. به محض اینکه روون شد از رو حرارت برداشتم، همونطور داغ داغ روی خرماها ریختم. با پشت قاشق صاف و یک دست کردم. من میتونستم مقدار مواد آردی رو 1.5 برابر کنم. روش یه قاشق پودر قندم الک کردم. بعدم با پودر دارچین و پودر گل محمدی و پودر پسته تزیین کردم. امیدوارم شما هم این بمب انرژی رو درست کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنید.